سروری کل تاجکان، تاجوری دور زمان، هر قدمت به این مکان نوری دو دیده تاج سر. اساسگذار ثروت ملی، پیشوای ملت جناب عالی مردم درواز و تمام کوهستان امروز در خوشنودی هستند که با پرزیدنت خود، با سرور خود ملاقات دارند. همه خوشنود و خرسند هستند. این برای ما یک جشن است، یک خرسندی است که جناب عالی بار دیگر با ما مردم درواز واخورده ایستاده است و دل ما را خرسند گرداند در این روز. جناب عالی هر قدم شما به درواز یک آبادی، یک خوشبختی می‌آورد. امروز ما در جای موضع تاریخی که نشستیم، دیروز این خیل نبود، سال گذشته این خیل نبود، یک آبادی بزرگی به شرف قدم بزرگ شما آباد گردید و این برای مردم درواز و برای مردم قشلاق درابق خدمت میکند. جناب عالی پیشوای ملت، آنچه که شما گفتید من همین را گفتنیستم به زبان دروازی که مردم درواز و تمام کوهستان شما را از صمیم دل دوست می‌دارند، از تحت دل دوست می‌دارند. من حقیقت را میگویم. سلامت باشید. جناب عالی شما اشاره کردید بزرگترین خدمت شما برای مردم کوهستان درواز بدخشان این کشادن راه درواز و کولاب است. ما را به جاهای شهرهای وسیع پیوست کرد. زندگی ما را سراسر تغییر داد. ما در یک کنج تاریکی اگر بگویم خطا نمیکنیم، در یک قفس بودیم، به شهرهای عزیز علاقمندی نداشتیم. دستارخان ما خیلی خراب بود و امروز دستارخان دروازی ها بدخشانی ها باز شده است. از حساب آن که این راه کشاده شد، ثروت از شهرهای دور گویم، از حصار، از کولاب بار میارند برای مردمی درواز بدخشان، از اینجا بار میبرند و ما را بای گرداندن، خشنود گرداندن جناب عالی. و امروز درواز خیلی آباد و خشنود گشته است، خشرو شده است جناب عالی. این شما گفتید، من تکرار نمیکنم، همین را گفتنی هستم که امروز برای جناب عالی، برای سروری تمام تاجکان مردم ما شعر گفته ایستادند، سرود گفته ایستادند. حتی کودکان هم میبینیم که در وصف جناب عالی شعر میگویند. به نزد من خوانندگان شعر میگویند که معلم کنی همین شعر ما را ببین. من میبینم که در وصف جناب عالی، من میبینم که شعر خوب گفته ایستادند. و امروز هم حافظان هم صنعتکاران زیاد شدن در تاجیکستان ما، هم شاعران به فکر من زیاد شدن، همه شعر میگویند، همه خشنود شدن، همه سروری خود را دوست میدارند، میخواهند که در وصف شعر بگویند. من یک شعر گفتم جناب عالی پیشوای ملت، میخواهم که قرائت کنم. آنچه که هست حقیقتی حیات است، اما را ما میگوییم. امروز به مناسبت این 29 سالگی 30 سالگی استقلالیت همه مهنت کرده ایستادیم، حصه گذاشته ایستادیم و همه آن را مردم در همه شعر خود و در سخن خود و در جماعت ها بیان میکنند و قائل میشوند که حقیقتا تاجیکستان پیش رفت. یک جهش کلانی کرد که این را هیچ کس باز داشتن نمیتوند و انشاءالله باز این جهش پیش رفته ایستاده است. صلح ضرور است و پیر و جوان، رمز سرور است به هر خاندان. مملکت گلزار ز صلح است بدان، رونق بازار ز صلح است مدام. گر نبود صلح دلت تیره است، زندگی بر خرد و بزرگ خیره است. رقص و سرود میوه صلح است بدان، خنده به لب زاده صلح است بدان. من از آن شادم که امروز در جهان، تاجیکستان صلح را گردید مکان. لیک باسانی نگردید است میسر آن زمان، سروری ملت تلاشی سخت ورزید بهر آن. روزی هر کنج و کنار جمع آورید خلقان را، تاجکانی بی سر و پا گشته از افغان را. این خطرناک صعب کاری بود بهر پیشوا، لیک جان را در گرومان سروری مشکل کشا. او به یاد می آورید سوگند و قرض خیش را، دست بالای کلام الله همام خیش را. بر زبان آورد آندم پیشوای مقتدیر، از دلی بیکینه خود نقش آورد بر زمین. جان به کف میمانم و قرضم اجرا میکنم، آن گریزه گشته خلقان باز یک جا میکنم.
این زمان اکنون تاجیک سرفرازی می کند، در فضای صلح شادان بازسازی می کند. پای تخت مملکت گشته است گلزار و چمن، باغ و گلگشت‌های آن زیبنده و سرو و سمن. در دوشنبه باغ‌ها و لاله‌زاران بیشمار، بهر خردان و بزرگان صحن ورزش شد تیار. باغ و گلگشت‌های شهرند افتخار هر جوان، قصر نوروز باغی عینیز جنتم در این زمان. این چنین زیبا عمارت‌ها هستند چند چند، هر کدام از یکدیگر زیباترند و رنگ. نابی راغون هست امروز مقصد فردای ما، نوری راغون است میدان شهرت دنیای ما. این زمان در کاری راغون قهرمانان دیدم، مهنتی از تحت دل را از جوانان دیدم. این همه حاصل ز استقلال و صلح است ای عزیز، این همه با چشم عبرت بین ای اهل تمیز. راه های منفرشش از دوشنبه تا شکی، تاکسی ها دنبال هم صوت و سرود با چنگ و نی. هر قدم بهر میزاجان جای چای و آب و نان، خدمت دارند به مردم از دل و از مهر جان. این زمان دروازی باستانی بشد زیبا دیار، گشت گلزار از کدوم ثروت عالی تبار. مرکزی زیبای آن مانند شهر است این زمان، هر یک داریم دعا تا خلق باشد در امان. ای خدای بی‌نظیر پیشوای ما امام علی را شاد دار، بهر آبادی ملت این خاندان را سرپناهی ما بیدار. یک جا تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. حسن معلم زحمت کشیدید. سلامت باشید. همش با کمک و دستگیری شما کل مردم تاجیکستان، خرد و بزرگ مردم تاجیکستان. اگر همه مردم دستگیری نمی‌کردند در یک جایگی ما به این روزها نمی‌رسیدیم. حسن و آفرین من دائما تاکید میکنم، قهرمان خلق تاجیکستان است، خرد و بزرگ خلق تاجیکستان است. ما میم راهبرا سپارش میتیم میریم، اکثریت کی میکند؟ ما شما، ما فرزندان شما، ما فرزندان بننگ و ناموس ما، صاحبکاران، تاجران، دیگر شخصان سخاوت پیشه اینقدر حاضر یتیمان و معیوبان من میبینم از اون سالا فرق میکنن. ما اونا را همش تربیه کرده ایستادیم، تنها نماندیم، تربیه با حیات مستقلانه برده گسیل کرده ایستادیم تا همون درجه. در کوچه نیستن، در دیگر جا نیستن. دولت همین است، همین در یک جایگی با کمک و دستگیری خرد و بزرگی ملت تاجیک خلق تاجیکستان است. سلامت باشید. معلم یک جان تشکر. یک جان چند رفته ای؟ چند رفته ای؟ 82 رسیدم جناب عالی. حسن 82 رسیدم. خدا حسن ما را به همین دولت کمالات خودت برسانه. قوت بین، سخندانی، این جرأت بین. باور میکنی لویتان برای برآمد کردی. تشکر جناب عالی. تشکر. رحمت جان دولت جان سابقه دار مهنت، امام علی رحمان ما هم نور و هم ایمان ما، بر ملک کوی